یک نفر ساکن ناحیه خراسان ولایت ختلان با عریضه به کارمندان میلیسیا مراجعت کرده است که گویا شخصان نامعلوم نقابپوش او را مورد لطکوب قرار داده و 46000 سامانی‌اش را تصرف نمودند. در نتیجه معلوم گردید که این کاری نه یگان نفر دیگر بلکه مراجعت کننده برای رهایی از قرض بانکی به مقامات میلیسیا خبری بر دروغ داده است. شرح این و چنین یک جنایت از ناحیه دنغره در گزارش همکارمان آفاق قادریان. همکاری مقامات میلیسیا با اهل جامعه، باوری و اعتماد مردم در روند پیشگیری نمودن جنایت و جنایتکاری حادثه ها مهم بوده. کارمندان این مقامات قدرتی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی کوشش می نمایند که در همه حالت مسئولیت بیشتری را به دوش گیرند. متاسفانه در بعضی حالات ها نفران پیدا می شوند که به خاطر روی پوش نمودن کردارهای قصدانه خود فعالیت و خدمت های شبانه روزی کارمندان میلیسیا را نادیده گرفته به دسیسه بازی و فتنه روی می آورند. چون این یک حالت شب 12 و 13 دکبر سال 2020 به وقوع پیوست. از جانب رحیم فومی جان ساکن 30 ساله ناحیه خراسان به مقامات میلیسیا خبری تلفنی وارد گردید که شخصان نامعلوم را هنگام حرکت نمودنش از گردش راه اتومبیلگرد شهری لیوکان به سمت ناحیه دنغره در داخل اتوماشین تمغه اوپل استرا رقم خیلی دولتیش نامعلوم که همچون مسافر در کرسی قفا نشسته را سپار می شود، راننده و 3 مسافر دیگر هنگامی در حدود ناحیه کوشانیان دهه ارگش رسیدند او را از اتوماشین فرآورده با تهدید کاردلت و کوب نموده جزدانی در گردنش آویزان بوده را که در داخلش 46000 سامانی بوده است گرفته از جای حادثه غیب میزنند که در نتیجه جبریده از جراحت‌های گرفته‌اش در بیمارخانه مرکزی شهری لیوکان بستری گردیده است. اما اصلی واقعیت چنین نیست. هنگام گزارش چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در یک جایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان آشکار گردید که نام برده برای خلاصی از قرض خود را به چنین حال گرفتار کرده خبری بر دروغ را به کارمندان میلیسیا رسانیده است. در رفتی سنجش معین شد که شهروند رحیموف از بانکی هما و از شهروندان مبلغ‌های زیادی پولی قرضدار بوده با مقصد رهایی یافتن از قرضدارانش از بازار فراوان شهری باختر یک عدد کارد خواجگیداری را خریداری نموده به حدود دهه ارگش ناحیه کوشانیان می رود و در خلوت جا با کاردی در دستش بوده شین و کرتکه‌ای در تنش بوده را بریده دستانش را کمی زخمی کرده با سنگ چند مراتب به سر و رویش زده صحنه وانمودی به جنایتی راهزنی را می نماید. نام برده برای پنهان کردن کرداری صادر کردهش به کارمندان میلیسیا عریضه‌ای بر دروغ پیشنهاد نموده است. بعد دیگه را وای کردم زدنی بودم خیلی سخت که یک فکش وای کردم چی دریافتم بعد هم خیلی وای کردم اینجا رو خیلی وای کردم چی کردم بعد دستم بودم سنگ گرفتم بایرم بزدم. چون این یک حالت دیگر را نیز کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دنغره آشکار نمودند. از جانب زنی 30 ساله ساکن دهه سنگتوده ناحیه مذکور بابا خانم علیف ما و شعبه وزارت کارهای داخلی عریضه وارد گردید که شب 30 نوامبر سال روان تخمینا ساعت‌های 23:30 شخصی نامعلوم نقابپوش با مقصد دزدی به حجره خوابش درآمده هنگامی با او روبرو شدن به واسطه کارد یک مرتبه به طرف راست شکمش زده از جای حادثه غیب شده است. هنگامی حاضر شدن گروه اپراتیوی تفتیشاتی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که شب 30 نوامبر سال جاری تخمینا ساعت‌های 23 زنی نام برده با مادرش مناقشه کرده بعدا با مقصد خودکشی به حجره خوابش می‌دراید و با کارد آشخانگی یک مرتبه به طرف راست شکمش زده است. این دو نفر که برای کردارهای صادر کردهشان به کارمندان میلیسیا عریضه‌ای بر دروغ پیشنهاد نمودند باید در نزد قانون جواب گویند. عین زمان از روی این دو حادثه تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه کوشانیان با کارکرد و چاره‌بینی‌های اپراتیوی خود توانستند فعالیت جنایتی یک نفر پیش سوچوده را آشکار سازند که او با کردارهای مکرانه خود از شهروندان با مقداری مخصوصاً کلان مبلغ گرفته و جبریدگان را سرسون و سرگردان کرده است. همکاران هم وابسته به عوام‌فریبی این نفر جنایت پیشه گزارش آماده کردند. قلابی که کردار غیر انسانی به شمار می رود بعضا اشخاص را به گردابی عملهای خلاف قانون می اندازد. مبلغ مفتی به دست آمده از حساب کردار زشت نفران جنایت پیشه را نزد جامعه سرخم نموده داغ سیاه را روی دفتری حیاتشان باقی خواهد گذاشت. ضمنی براه ماندن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی کارمندان شعبه کافتکاوی جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان شهروند سعید عزت الله سالی تولدش 1976 ساکن جماعت دهات آریان ناحیه مذکور را که مطابق ماده های 338
247 و 340 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجو قرار داشت دستگیر نمودند. سعید عزت الله مدتی زیاد با کردارهای غیر قانونی خود و باوری شهروندان درآمده از راه فریب با مقصد درآمدی مفت به دست آوردن مبلغ‌های کلان پولی ساکنان ناحیه را از آن خود کرده است. از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود. نفرانی که به دام فریب این شخص جنایت پیشه افتادند می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی در محل زیستشان بوده مراجعت نمایند. جنایتی که اکثر مردم دهات از آن خوف دارند این دزدی مال و چاروا می باشد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فیض‌آباد برای بازداشت صادرکننده همین نمود جنایت که چند نفر از ساکنان شهرک فیض‌آباد ناحیه فیض‌آباد ضرر دیده بودند فعالیت اپراتیوی جستجویی به راه مانده. شخصیت 4 نفر گمانبر سلسله دزدی ها را معین کردند. اینها سعیدوف سهراب سال تولدش 1996، ستارов کمال‌الدین سال تولدش 1996 و سفرov امرالدین سال تولدش 1994 ساکنان ناحیه مذکور می باشند. دستگیر شدگان با مصلحت پیشکی در یکجایی با مقصد تصرف مال و ملک غیر یک سر چاروای کلان شاخدار شهروند الیاس و محمد نظر را تصرف کرده از جای حادثه فرار نمودند. همین طریق حرکت‌های جنایتی خود را ادامه داده باز با مسلک دیگری خود میرزازاده صفی الله محمد سال تولدش 1999 از عاقلخانه شهروند غفور غلامعلی 2 سر چاروای کلان شاخدار دزدیده از جای حادثه فرار نمودند. این گروه جنایت پیشه کردارهای ضد حقوقی خود را ادامه داده با همسلکان دیگری خود سلیمان و علی جان و حکمت و جمعخان برای شکستن قلف در داروخانه شهروند قادر و ریحانه وارد آنجا شده از آنجا داروهای گوناگون را تصرف نمودند. همچنین برای شکستن تریزه منزل استقامتی حاجی زاده مرجانه امامعلی یک عدد تلویزیون را دزدیده از جای حادثه فرار نمودند. گمانبرشدگان اینچنین با طریق شکستن تریزه آشخانه ملی واقع در کوچه اسماعیل سامانی ناحیه مذکور وارد آنجا شده از آنجا یک عدد نوتبوک، دستگاه مشاهده‌ای و دیگر محصولات خوراکواری را تصرف کرده و از جای حادثه فرار نمودند. مورد قید است که ضرر رسانیده این گروه جنایت پیشه به جبریدگان نزدیک 50,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. عین حال عاید این قضیه کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی ضمن دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کردارهای ضد حقوقی شهروند توره عبدالرشید سال تولدش 1964 اقامت کننده دهه کشتپه ناحیه رودکی را آشکار نمودند که او در منزل اقامتیش به رعایت قاعده‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی و در حالت بد گیگینی به کارکرد گوشت کلاه‌های گاو و گوسفند مشغول گردیده آن را به دکان‌های سمبوسه‌پزی انتقال می‌داده است. گوشت‌های آماده کرده او با یگان طلبات سانیتاری جوابگو نبوده می‌تواند به هر گونه کسلی‌های سرایتی سبب گردد. هنگام از نظر گذرانی تهخانه منزل استقامتی او با مقدار 173 کیلوگرم گوشت کلاه‌های گاو و گوسفند دریافت و مصادره کرده شد که در حالت غیر سانیتاری نگهداری می‌شدند و وابسته به حالت مذکور موادهای ضروری ترتیب داده شده. کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. 4 نفر جوانان با گمان دست داشتن در جنایت دزدی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلجوان دستگیر گردیدند. همکارمان بنفشه بارانова در این خصوص گزارش می‌دهد. شب 14 و 15 سپتامبر سال 2020 شخصانی نامعلوم وارد عاقلخانه شهروند نعمتوف عبدالحق عبداللهویچ سال تولدش 1976 استقامت کننده ناحیه بلجوان دهه جرپران شده از آنجا 3 سر چروای میده شاخدار گوسفند را دزدیده از جای حادثه غیب زدند که با این کردارشان به شهروند نعمتوف عبدالحق جمع به مبلغ 4500 سامانی ضرر جدی رسانیدند. به همین مانند شب 2 نوامبر سال 2020 تخمینا ساعت‌های 23:00 شخصانی نامعلوم وارد عاقلخانه شهروند سعید و رخسارما ساکن ناحیه بلجوان شده از آنجا 6 سر چاروای میده شاخدار گوسفند دزدیده از جای حادثه به طرف نامعلوم غیب زدند که در نتیجه با این کردارشان به شهروند سعید و رخسارما جمع به مبلغ 10200 سامانی ضرر مقدارا کلان رسانیدند. باز تکرارا شب 6 و 7 نوامبر سال 2020 شخصانی نامعلوم از چراگاه‌های دهه جرپران جماعت دهاتی بلجوان 2 سر چاروای میده شاخدار گوسفند را دزدیده از جای حادثه غیب میزنند که در نتیجه به شهروند تبرف بهرام جمع به مبلغ 2600 سامانی ضرر جدی رسانیدند. باز به همین مانند 6 حالت دیگر تکرارا دست به جنایت زده از عاقلخانه و باششگاه‌های صحرایی ساکنان ناحیه بلجوان چارواهای
تجهیزات‌های میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند که در نتیجه آنها با این کردارشان با شهروندان جمع به مبلغ 53658 سامانی ضرر جدی رسانیدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلجوان معین کرده شد که جنایت‌های مذکور را شهروند مفتک و محمد جان شریف خانویچ سالی تولدش 1986 استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه اسماعیلی سامانی که پیش با ماده 244 قسم 2 و 244 قسم 3 صادر شده است. رحمان و دلشاد محمد رجبویچ سالی تولدش 1998 استقامت کننده ناحیه رودکی دهه زرنیسار. یتیما و سهراب ترسون مرادویچ سالی تولدش 1998 زاده و استقامت کننده ناحیه ورزاب دهه بیغر و اسلام نام رفیقشان به مصلحت پیشکی این جنایت ها را صادر نمودند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی جنایتکاران بارد از 4 گروه از حدود شهر دوشنبه دستگیر کرده شده به ناحیه بلجوان آورده شدند که نامبردگان از ماه سپتامبر سال 2020 به دزدی چاره‌های مردم مشغول بودند. هنگام گذراندن چاره‌های اپراتیوی جستجویی از نامبردگان عین زمان 16 سر چاره‌های میده همچون دلیل شایع گرفته شد. نوبس از تاکید و مراجعت و توجه همیشگی رهبریت دولت و حکومت جهت استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه و مقصدناک نیروی برق و به طور قطعی پیشگیری کردن اسرافکاری آن همزمان از جانب گروه‌های کاری بخصوص کارمندان وزارت کارهای داخلی دایر نمودن کارهای فهماندهی در بین جامعه در این سمت برخی صاحبکاران دیده و دانسته به طور غیر قانونی یعنی با راه دزدی از نیروی برق استفاده نموده به بودجه دولت ضرر کلانی مادی می‌رسانند. ضمن دایر نمودن چاره‌بینی مقصدناک از طرف کارمندان سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی معین گشت که در حمام خصوصی واقع در کوچه هویدالله ناحیه سینوی شهر دوشنبه منصوب به صاحبکار مصور سفروف استفاده غیرقانونی و مصرف شوی بر زیاد نیروی برق جای دارد. در حمام مذکور گرچند حسابکنک برقی در حالت کارناشایم قرار دارد ولی صاحبکار از تجهیزات‌های گرم‌دهنده بلند شدت برای گرم کردن حمام فراوان استفاده کرده ایستاده است. علاوه بر این طلبات‌های بخطری از سوختار نیز رعایت نمی‌شوند. کابل ناقل‌های برقی در حالت خفی سر زدن سوختار قرار دارند. بر زمین در آشیانه دوم حمامخانه 17 نفر دانشجویان مؤسسه تعلیمی اجاره نشین میباشند که برای گرم نمودن حجره‌هایشان از اسباب و تجهیزات گوناگون برقی در حالت صدمه‌ای قرار داشته و بیرون از حسابکنک برقی وسیع استفاده می‌نمایند. برای معین نمودن آنکه چند مدت می‌شود صاحبکار بیرون از حسابکنک برقی نیروی برق را استفاده می‌نماید کارهای سنجشی به راه مانده شده است. به همین مانند در دکان نانپزی صاحبکار یعقوب خواجه‌ایو واقع در کوچه قزاقخان یک ناحیه سینوی پایتخت آشکار کرده شد که برای آماده نمودن محصولات نانی صاحبکار در 2 تنور از اسپیرال‌های بلند شدت و به حسابکنک برقی یعنی با راه دزدی دوام 4 ماه اخیر استفاده می‌نماید. بر زمین صاحبکار از استفاده نیروی برق که قبلا توسط حسابکنک بوده است زیاده از 5000 سامانی قرضدار میباشد. حالتهای دیگری نگران کننده آن است که برخی صاحبکاران با طرز اصولهای نو از هر گونه اسبابهای تکنیکی همچون تجهیزات اسپیرال استفاده می‌نمایند که شیدت‌ناکی آن خیلی بلند بوده مصرف برق در آنها زیاد است. صاحبکار خالف افضلشاه در دکان نانپزیش واقع در کوچه علیشیر نوایی ناحیه سینا برای آماده نمودن محصولات نانی در 3 تنور از اسپیرال‌های خودساختی بلند شدت برقی استفاده می‌نماید. نامبرده از تجهیزات ترالیبوس به طور سنی اسپیرال آماده نموده در تنورهای نانپزی وصل کرده است. حالت مذکور تشویش آور بوده امکان دارد هر لحظه در ناقل‌های برقی حادثه‌های سوختار به عمل آید. همچنین صاحبکار از مبلغ استفاده نیروی برق نزدیک 10,000 سامانی قرضدار است. چنین یک حالت دیگر در دکان نانپزی که در داخل جمعیتی دارای مسئولیتش محدود رعنا تریدینگ واقع در کوچه هویدالله ناحیه سینا به صاحبکار نظام و جمیله میرزا خوجایو منسوب میباشد مصرف زیادی نیروی برق آشکار کرده شد. در دکان مذکور برای آماده نمودن محصولات نانی در 2 عدد تنور تجهیزات‌های خودساختی برقی بلند شدت پیوست کرده شده است که دلالت‌های بخطری از سوختار در آنها عموما رعایت نمی‌شوند. پیوست کابل ناقل‌های برقی
در دکان مذکور به طلبات و قاعده‌های وصل و نصب جوابگو نبوده احتمالیت خف سوختار در آنها مشاهده می شود. اینچنین برای گرم نمودن آب از تجهیزات خودساختی در حالت صدمه‌ای قرار داشته استفاده می نمایند که استفاده آن برای حیات و سلامتی کارمندان کارگاه خطرناک است. وابسته به حالت جای داشته نسبت صاحبان این دکان‌ها موادهای ضروری ترتیب داده شده، فعالیت صاحبکاریش را موقتا بازداشته شد. همچنین قوه برق نیز در این دکان‌ها خاموش گردید. جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک قوه برق، گروه‌های کاری در همه شهر و ناحیه‌ها فعالیت خود را به راه ماندند.